در سال 2015 اطلاعات میلیون‌ها خیانتکار توسط یک گروه هکری ناشناس منتشر شد. این داستان هک اشلی مدیسون و لو رفتن اطلاعات 37 میلیون شوهر خیانتکاره. زندگی کوتاه، خیانت کن. این شعار اشلی مدیسونه، بزرگترین دیتینگ اپ برای افراد متأهل. این شرکت در سال 2001 توسط یک کارآفرین کانادایی به نام نوئل بیدرمن تأسیس شد. اشلی مدیسون یک پلتفرم برای کسایی که میخوان خیانت کنن و خودش رو به عنوان پلتفرمی معرفی میکنه که شما رو قضاوت نمیکنه و به شما این امکانو میده که رابطه‌های مخفی بیرون از ازدواجتون رو تجربه کنید. از سال 2002 این سایت بیش از 80 میلیون ثبت نام داشته. در سال 2023 اشلی مدیسون به ازای هر میلیون کاربر $400,000 برای کمپانی درآمد داشت. یعنی اشلی مدیسون که 70 میلیون کاربر داره در سال 28 میلیون دلار درآمد داره که این اشلی مدیسون رو به رتبه 13ام پرسودترین دیتینگ اپ های دنیا میبره. اما این درآمد از کجا میاد؟ از طریق فروش اشتراک و امتیاز برای دسترسی به امکانات اصلی سایت. هر پیامی که شما در اپ میفرستید قبلش یه صفحه پرداخت است. کاربرها میتونن از طریق کردیت یا امتیازهایی که قبلا خریدن این صفحه پرداخت رو بردارن یا باید یه اشتراک ماهانه بخرن. اگه میخواید پیامتون خونده بشه باید 5 تا کردیت بدید و اگه میخواید 1 ساعت ویدیو کال با هم بگیرید 50 تا میشه و این کردیت ها اصلا ارزون نیستن. 100 تا کردیت تقریبا $59 که یعنی هر پیامی که شما میدید معادل $10. شما حتی میتونید کردیت هاتون رو خرج کنید تا توی قسمت سرچ جزو افراد بالای لیست باشید. شاید بپرسید که اصلا چرا مردم اینقدر به این وبسایت پول میدادن؟ چون خیانتکارا دوست ندارن گیر بیفتن. و اشلی مدیسون گزینه‌هایی داشت که شما رو ناشناس میکرد ولی کمی از شما پول میگرفت. کاربرا میتونستن پروفایل‌های ناشناس با اطلاعات فیک داشته باشن تا کسی هویت اونها رو تشخیص نده. آپشن دیگه گزینه حذف تمام اطلاعات حساب بود که هزینه‌اش $19 بود. با زدن این گزینه تمام اطلاعات کاربر از دیتابیس حذف میشه و اینطوری اونا میتونن رد پای خودشون رو پاک کنن و در نتیجه ازدواجشون بی خطر باقی بمونه. اما اگر شما آدم خیانت نیستید، کمپانی مادر اشلی مدیسون هواتون رو داره. ببینید کمپانی اشلی مدیسون در واقع چند تا شرکت دیگه هم داره که فانتزی‌های دیگه شما رو برآورده میکنن. کمپانی روبی لایف قبلا اسمش اوید لایف مدیا بود و این کمپانی همیشه به خاطر سایت‌های ناجورش معروف بود. حالا چرا این کمپانی هدف هکرها بود؟ برای پیدا کردن جواب باید به سایت اوید لایف مدیا بریم. مهارت این کمپانی توی فروش لایف استایل. ساده‌تر بگم به شما زن مورد علاقتون رو نشون میده و میگه اگه میخواید این زن رو بگیرید بیاید تو وبسایت من. اما این کمپانی به جای اینکه بیاد هی تبلیغات انجام بده، اومد چند تا مدل استخدام کرد تا نقش مدیرای رد بالای سایت رو بازی کنن. این مدل‌ها اومدن جلوی دوربین و راجع به اینکه چطور کمپانی اوید لایف مدیا رو ساختن صحبت می‌کردن. کلودیا آپتن کولدر یکی از این مدل‌ها بود که نقش مدیر عامل رو بازی می‌کرد. اون توی چند تا مصاحبه شرکت کرده بود و راجع به پلتفرمش کوگر لایف صحبت کرده بود. کلودیا زن رویاهای هر مردی بود، اما چیزی که بقیه نمی‌دونستن این بود که اینا همش خیال خام بود و روش‌های بازاریابی کثیف این کمپانی اینجا تموم نمیشه. 2013 سالی بود که اوید لایف مدیا داشت توجه‌ها رو به خودش جلب می‌کرد و این توجه‌ها به خاطر دلایل خوبی نبودن. اما این دوتا دیتینگ اپ باعث نابودی اوید لایف مدیا شدن. ارنجمنت فایندر سایتی بود که هدفش دخترای دانشگاهی و زنای جوان بود. اونا برای جذب این دخترها بیلبوردهایی می‌زدن که روشون چیزای قشنگی ننوشته بودن. اما اگه کاربرای اصلی سایت دخترای جوان بودن، پس کی قرار بود با اونا وارد رابطه بشه؟ این بیلبوردها نزدیک جاهایی بود که محل رفت آمد خانواده‌ها بودن. دخترها پول می‌گرفتن تا با مردا وارد رابطه بشن. بعد از پخش شدن خبر ارنجمنت فایندرز، اونا تبلیغات و بیلبورداشون رو برداشتن و حذف کردن. اما همچنان سایت سر جاش بود. ارنجمنت فایندرز هدفش دخترها بودن و سایت بعدی که میخوام بگم هم از همین الگو پیروی میکرد. منتها این بار هدف مردا بودن. استابلیشمنت سایتی بود که ادعا میکرد زنای زیبا و جوان رو به مردهای جالب وصل میکنه. هر دو این سایت ها هدفشون زنای آسیب پذیری بودن که از لحاظ مالی وضعیت خوبی نداشتن و مردم از این سایت ها هم خوشحال نبودن. اما علیرغم همه اینها از لحاظ قانونی این سایت ها مشکلی نداشتن و کار غیر قانونی انجام نمیدادن. با اینکه از طریق قانون نمیشد این سایت ها رو نابود کرد، به این معنی نیست که راه دیگه برای نابودی این سایت ها نیست. اوید لایف مدیا هدف کسایی شد که از هیچ قانونی پیروی نمیکردن.
در سال 2015 اوید لایف مدیا اوضاع خیلی خوبی داشت. تاپ ترین پلتفرم قرار گذاشتن شده بود و در سال 2014 $115 میلیون درآمد داشت و نوئل بیدرمن بیش از $5 میلیون در اون سال درآورده بود. اما چیزی که در انتظارشون بود رو نمیتونستن حدس بزنن. در جولای سال 2015 رسانه‌ها منفجر شدن وقتی یه پیام ناشناس توی دارک وب ظاهر شد. یه گروه به نام تیم ایمپکت یه پیام هشدار دهنده برای اوید لایف مدیا گذاشت. توی این پیام برای مدیر اشلی مدیسون نوشت که بدترین کابوست خوش اومدی. اونها نه تنها اشلی مدیسون رو هک کرده بودن، بلکه به تمام وبسایت‌هایی که مرتبط با اشلی مدیسون بودن هم دسترسی پیدا کرده بودن. این پیام یه تهدید بود. تیم ایمپکت گفت اگر اوید لایف مدیا اشلی مدیسون و استابلیشمنت رو نبنده، میاد اطلاعات تمام کاربرا و وبسایت‌ها رو منتشر میکنه و آخرین جمله‌ای که توی پیام نوشته بود این بود: کدومش انتخاب میکنی؟ همونطور که انتظار میرفت کاربرای سایت دیوونه شدن. این یه ریسک فقط برای اوید لایف مدیا نبود، بلکه مربوط به تمام افرادی بود که از این سایت استفاده میکردن. اگر اطلاعات این آدما منتشر میشد، نه تنها اشلی مدیسون نابود میشد، بلکه ازدواج‌های زیادی هم پایان خودشون رو تجربه میکردن. این یه تهدید توخالی نبود. تیم ایمپکت اطلاعات تعداد کمی از کاربرها رو منتشر میکرد تا فشار رو بیشتر کنه. این خبر اینترنت رو پر کرده بود. با این حال اوید لایف مدیا هیچ عکس‌العملی نشون نداد و سایت‌ها رو از بین نبرد و این بدترین اشتباهشون بود. 30 روز گذشت و هیچ خبری نشد. پس اونها فکر کردن که هکرها فقط یه تهدید توخالی بودن. اشلی مدیسون و استابلیشمنت آنلاین و سرپا باقی موندن. اما در آگوست سال 2015 تیم ایمپکت به قولشون عمل کردن. اطلاعات 37 میلیون کاربر از طریق دارک وب منتشر شد. 32 میلیون اسم توی اینترنت پخش شدن. همراه با این اسما آدرس، شماره تلفن، تاریخچه تراکنش‌ها و آدرس ایمیل‌ها همه منتشر شدن. در کل 10 گیگابایت دیتا برای عموم منتشر شد. اما این اطلاعات از چیزی که فکرشو میکنید جالبتر بودن. More than 15,000 email addresses came from military and government servers in the United States, including the House and Senate. همراه با اطلاعات کاربرها، هکرهای ایمپکت اطلاعات شخصی نوئل بیدرمن را منتشر کردند. اما داستان اینجا تموم نمیشه، چون این گروه یه هدیه هم منتشر کرد. یه پیام فرستادن که تیترش این بود: وقت تمام. این پیام به اوید لایف مدیا و اشلی مدیسون بود. خیلی سریع اینترنت تمام این پیام ها رو خوند و معلوم شد که اوید لایف مدیا تمام حرفایی که به مشتریاش زده دروغ بوده. اشلی مدیسون سایتی که قول میده از اطلاعات کاربراش محافظت کنه، اما آیا واقعا این کار انجام میده؟ گزینه حذف تمام اطلاعات باعث $1.7 میلیون درآمد برای کمپانی در سال 2014 شد. با این حال هکرها گفتن که این گزینه دروغی بیش نبوده. شماره کارتی که باهاش این امکانات رو خریداری کردن همراه با تاریخچه خریدها همه در دیتابیس ذخیره میشدن و هیچی از بین نرفته بود. این یعنی اسم و آدرس اون شخص توی دیتابیس هنوز مونده بود. آخرین هدیه تیم ایمپکت نشون میده که 90 تا 95% کاربرهای وبسایت اشلی مدیسون مرد هستن و پروفایل‌های زن عملاً همه فیکن. کارمند سابق اشلی مدیسون دوریانا سیلوا در سال 2012 از اشلی مدیسون به خاطر آسیب فیزیکی شکایت کرده بود. شاید فکر کنید که به خاطر افتادن از بلندی یا یه همچین چیزی بوده، اما این آسیب به خاطر ساختن 1000 تا پروفایل فیک در طول چند هفته بوده. این کارمند درخواست $20 میلیون خسارت کرده بود چون آسیب جدی به بازوها و مچای دستش وارد شده بودند. بعد از لو رفتن اطلاعات، آدمای زیادی از اشلی مدیسون شکایت کردند چون از ربات‌های زن استفاده می‌کرد. In the database that was released, the website had 31 million men and 5.5 million women, which is a ratio of about 5-1, which, yes, is bad for the men, but it doesn't make it impossible for them to find a woman. 5-1's not that bad, but Newitz discovered that of those 5.5 million women, only 1,492 ever looked at a single message in their inbox, ever, compared to more than 20 million men who had looked at their inboxes. That means of all of the active users on the website, 0.01%, actually less than 0.01% of those users were women. و اشلی مدیسون جوابش چی بود؟ تقصیر ما نیست. اشلی مدیسون خیلی پلتفرم جذابی برای کلاهبرداری، باجگیری و فیشینگ بود، چون برای ثبت نام اطلاعات کمی از شما میخواست و در نتیجه خیلی راحت بود که خودتون رو به جای یه نفر دیگه جا بزنید. با اینکه کمپانی در این رابطه درست میگفت، اما اکثر پروفایل‌های فیک توسط کارمندای کمپانی ساخته میشدن. از کجا اینو میدونیم؟ تقریبا 80,000 تا از پروفایل‌های وبسایت آی پیشون مال کامپیوترهای شرکت اشلی مدیسون بود. خلاصه بخوایم بگیم هیچ زنی توی پلتفرم نبود و اشلی مدیسون تیر خلاصی رو خورد.
هکرها قهرمانن یا مجرم؟ توی نامه هشداری که برای اشلی مدیسون نوشتن خودشون رو اینجوری معرفی کرده بودن: ما یک گروه از هکرهای ماهر، متعهد و متمرکز هستیم و هیچ جا قرار نیست بریم. اگر شما از طریق درد بقیه پول در میارید، هر طوری که شده نابودتون میکنیم. با اینکه ما چیزی راجع به اونها نمیدونیم، اما اونها یه مسابقه انجام دادن و ازشون پرسیدن که پروسه هک کردن اشلی مدیسون چطور بود. هکرها گفتن که تمام تلاششون رو کردن تا یه حمله نامحسوس انجام بدن، اما وقتی وارد سیستم شدن هیچ مانعی برای ورود ندیدن. ازشون پرسیدن که امنیت سایت چطور بود. جوابشون رو توی کلمه اول خلاصه کردن: بد. اونو اثبات کردن که امنیت کمپانی خیلی ضعیف بود و بر اساس حرفایی که زدن یه فیلتر شکن برای دسترسی به تمام سرورها کافی بود. هکرها ادعا کردن که اوید لایف مدیا در سال 100 میلیون دلار درآمد غیرقانونی داره و وبسایت بستری شده بود برای انجام کارهای غیرقانونی. و جالب اینجاست که هکرها در طول سالها همه اینا رو زیر نظر داشتن. همچنین اونا گفتن که از کسی تا حالا اخاذی نکردن و اوید لایف مدیا بوده که اخاذی می‌کرده از بقیه. آخرین سوال این مصاحبه این بود: آیا تیم ایمپکت در آینده قرار سایت دیگه‌ای رو هک کنه؟ جوابشون این بود: فقط سایت نه، هر کمپانی که میلیون ها دلار از طریق درد مردم راز و دروغ در میاره رو نابود میکنیم. حالا داستان رو گفتیم، اما چه بلایی سر اون شوهرای خیانتکاری اومد که اطلاعاتشون لو رفته بود؟ تیم ایمپکت برای این آدم‌ها یه پیغام گذاشت: اوید لایف مدیا بود که باعث شکست شما شد و بهتون دروغ گفت. شکایت کنید و درخواست خسارت کنید. بعدش ازش بگذرید و فراموشش کنید. از این تجربه درس بگیرید و جبران کنید. الان شرم‌آوره، اما باهاش کنار میایید. وبسایت‌هایی بودن که شما با وارد کردن اطلاعات میتونستید بفهمید که این فرد در وبسایت ثبت نام کرده یا نه. با این حال مردای زیادی تلاششون رو کردن تا اشتباهاتشون رو جبران کنن، اما برای یه سریا کار از کار گذشته بود. گزارش مرگ مردای زیادی بعد از منتشر شدن خبر هک اشلی مدیسون توی اینترنت پخش شد. کاربرای دیگه اشلی مدیسون هدف اخاذی بیشتر توی اینترنت قرار گرفتن، چون شماره تلفن و آدرس خونه و ایمیلشون لو رفته بود. این هکرها معمولاً باج رو به فرم بیت کوین می‌خواستن و میگفتن اگه پول به دستشون نرسه رازشون رو به همسراشون میگن، و وقتی پولی بهشون نمیرسید یه پیام شخصی سازی شده به زناشون میفرستادن و اونها رو از حضور اسم شوهراشون در دیتابیس اشلی مدیسون مطلع میکردن. ریاکشن به این اتفاقا متفاوت بود. یه سریا با کاربرا احساس همدردی میکردن چون به حریم خصوصیشون تجاوز شده بود. یه سری برعکس میگفتن که حقشونه و نباید با این خیانتکارا احساس همدردی کرد. اما بدون توجه به اینکه شما کدوم سمتید، گروه ایمپکت واقعا لایق اسمشه، چون تأثیری که گذاشت رو هیچ وقت نمیشه فراموش کرد. یادتون باشه حواستون رو توی اینترنت جمع کنید، چون زندگی شما میتونه با یک کلیک کاملا عوض بشه. مراقب خودتون باشید و فعلا.